تو کله 4 تا آدم مثل اینا میکنه که آقا اینا نمیدونم داعش، اینا سنگسار میکنن. سنگسار چی؟ چند نفر تو این 80 میلیون نفر سنگسار شده؟ آیا ما نباید از قرآن خدا دفاع کنیم؟ سنگسار یعنی یه حکم اسلام رو میگیرن اینجوری میکوبن، ولی ما نمیتونیم بلنشیم از حکم قرآن دفاع کنیم. ما 67% دانشجوامون دختره. هیچ کجای دنیا به زنانش انقدر امکان برای تحصیل نداده. ما 67% این 4,300,000 دانشجومون خانوما هستن. تو آمریکا اینجوری نیست، تو اروپا اینجوری نیست. بعد ما متهمیم به سنگسار. بعد شما نگاه کنید 4000 سال پیش، 4000 سال پیش یه قومی کثافتکاری غیر اخلاقی میکرد تو همین کشور اردن. خدا حضرت لوط رو مبعوث کرد براشون. برو اینا رو دعوت کن بگو دست از این کار بردارید. بر نداشتن. خدا اونجا رو زیر و رو کرد 4000 سال پیش. امروز 24 تا کشور اینو کردن قانون در چند سال گذشته. پارسال 2 تاشون، یعنی آخرین کشور آلمان بود و استرالیا، سالی 3 تا 4 تا کشور دارن بی سر و صدا امضا میکنن. در طول چند سال گذشته این 24 تا کشور امضا کردن. یعنی مجلس بوندشتاگ، مجلس آلمان 600 نفر نماینده مجلس داره، 395 نفرش گفتن مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج کنن. ما بلند نمیشیم بگیم اینا قوم لوطن، اینها مثلا فلانن بیسارن. اینا میگن آقا شما سنگسار کردید. بعد مدعی میشن تو ضد سنگساری. خب بلند شو افتضاح تمدن غرب رو جمع کن. بله بگی آلمان میگه بنز، بی ام و، پورشه، نمیدونم بوندسلیگا، فوتبالش فلان. اما کشوری که درش همجنس بازا ازدواج قانونی میکنن، انگلیس همینطور، آمریکا همینطور، سوئد همینطور، استرالیا که آخر پاییز، تابستون پارسال هم که آلمان. حالا امسال پیگیری کنید ببینید. من به شما قول میدم تو 10 سال آینده 70-80% کشورهای دنیا این قانون رو تصویب میکنن. بعد به ما میگن شما واپسگرایید. 1400 سال پیش یه حرفایی بوده اومدید پیاده کردید. شما که طرحهای 4000 سال پیش رو میارید پیاده میکنید چی؟